کارا پرانک از من خفه نشو. به خاطر الله نصیحتت میکنم که از این خیل بی‌حیایی دست بکش. این کار برای یک مرد مسلمان نمیزیبه. راستی وقتی میدیدم که زنهای بی‌حیا را که در افیرها میبرویند تنقید میکردی و از بد اخلاقی هاشون گپ میزدی، خیلی خرسند میشیدم که یک کسی بوده که درباره زنان بی‌حیا گپ زنه. اما خطا کردم. فکر میکردم که تو خودت همین خیل دخترها را دستگیری میکنی. ای چی نمود گپ زنی از در تو؟ از الله نمیترسی؟ جوانها از شما چه عبرت بگیرن؟ تو با این کارت این همی خیل دخترای به تربیه را دستگیری میکنی. تصور کن اگر در افیر همی خیل دخترها یگان مرد ندروید چی میشود؟ صد افسوس که این همی خیل دخترها از جانب مردها دستگیری میشوند، ورنه اونها تا با این درجه را نمیگذراندن. از روی وجدان جواب ته. این همی خیلی که تو با همی دختر گپ میزنی و چغ میکنی، یگان مردی بیگانه با خواهرت یا با یگان زنهای خانواده چغ کنه برات پسند است؟ مرد باشی جواب ته. کجا شد غیرت و ناموس مسلمانیت؟ تو خیال میکنی ضرر این کار شما در جامعه نمیرسه؟ قسم به ذات الله که اگر مردهای تاجیک این همی خیل بی غیرت نمیشیدن، زنهاشون تا به این درجه را بی حیا نمیشیدن. وای بر حال چنین قوم و ملتی که مردهاشون بی غیرت و زنهاشون بی حیا باشند. وای بر حال آنها.